درود بیننده عزیز، امروز 2 مارس سرخط خبرها رو از رادیوی آزادی پیشنهادی شما میکنیم. در چند دقیقه بعدی از آن خواهیم گفت که دادگاه در روسیه ازدواج یک مهاجر تاجیک با زنی روس را که بینشان 45 سال فرق داشته است بکار کرد. بررسی همکاری های تاجیکستان و روسیه در جریان سفر میخائیل میشوستین به دوشنبه. تعطیل بهاری مکتب بچه های تاجیکستان 5 روز کم کرده شد و پارلمان تاجیکستان به قانون درباره محدودسازی نوش و سیگار تغییرات وارد کرد. خبرهای دیگر هم داریم. شام 1 مارس پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی اظهار داشت که صرف نظر از حمله‌های دهشت‌افکنانه نیروهای روسیه به اینفراساختار ملکی اوکراین تمام جبهه جنگ زیر نظارت نیروهای اوکراینی قرار دارد. زلنسکی یادآور شد که زمستان پشت سر شد و در این فصل حکومت توانست مردم را با نیروی برق و گرمی تامین کند. وزیر کارهای خارجه اوکراین دمیترا کولبا در شبکه توییتر نوشت که نجات مردم اوکراینی در فصل زمستان خود یک شکست بزرگ پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین است. 1 مارس نظامیان اوکراین خبر دادند که روسیه حمله‌های ارتلری به هدف‌ها در ولایت دونیتسک را افزایش داده است. با نوشته خبرگزاری فرانس پرس، اتحادیه اروپا می‌خواهد به اوکراین به مبلغ 1 میلیارد یورو تیر و مهمات توپخانه فرستد. امروز سروزیر روسیه میخائیل میشوستین با سفری کاری 2 روزه به دوشنبه خواهد آمد. پیش بینی می شود که او با رهبران حکومت تاجیکستان و مجلس عالی توسعه همکاری های تاجیکستان و روسیه را بحث نموده در کنفرانس بین منطقوی سرمایه‌گذاری تاجیکستان و روسیه شرکت کنند. همکارانمان در تاجیکستان این نشست را پیگیری دارند و در برنامه اخباری آزادی تفصیلات تقدیم خواهد شد. موضوع دیگری که همکارانمان در برنامه اخبار پیشکشی شما میکنند مشکلی رانندگان تاجیک ماشین‌های بارکش در لیتوا میباشد. گروهی از رانندگان تاجیک در لیتوا علیه یک شرکت بارکشانی به اتفاق کسبه این کشور شکایت کردند. بیش از 10 راننده ماشین‌های بارکش میگویند که شرکت لیتوانی معاش آنها را ناعادلانه کم داده است و شرطنامه کاری را رعایت نکرده است. شرکت برعکس میگوید رانندگان تاجیک مقررات کاری را رعایت نکردند. پس از آغاز جنگ در اوکراین شرکت‌های بارکشانی در اروپا راننده‌های تاجیک را بیشتر به کار میگیرند. همکارانمان بحث رانندگان تاجیک با شرکت لیتوانی و عموما شرایط کاری آنها را در اروپا پیگیری کردند. گزارش را در این باره در برنامه اخباری آزادی ساعت 17 به وقت مسکو و ساعت 19 به وقت دوشنبه تماشا کنید. پارلمان تاجیکستان به قانون درباره محدود کردن استفاده محصولات تماکو تغییرات وارد کرد. به گفته مؤلفان طرح نوی قانون برای حفظ سلامتی مخصوصا نابالغان و زنان حامله پیش بینی شده است. لایحه نو روز 1 مارس در جلسه نوبتی مجلس نمایندگان قبول شد. عبدالحلیم غفورزاده وکیل پارلمان در این جلسه از آن نگرانی کرده است که خلاف قانون فروش محصولات تماکو یا سیگار به جوانان تا 18 ساله در بسیار جایهای جمعیتی ادامه دارد. در لایحه نوی قانون جایهایی که کشیدن تماکو در آن منع است مشخص‌تر شده است. طبق تغییرات وارد شده استفاده همه نمود محصولات تماکو از جمله نوز، کشیدن تماکو با چلیم و سیگارهای الکترونی هم محدود می شود و استفاده آن در داخل بنا در حدود مؤسسه‌های طبی، فرهنگی، ورزشی، دینی و علمی و تعلیمی، خوابگاه و آشخانه‌ها و نقلیات مسافربر و گذرگاه‌های زیرزمینی منع است. قانون درباره محدود نمودن استفاده محصولات تماکو 5 سال پیش قبول شد. مقامات هدف آن را تشکل طرز حیات سالم، حفظ جامعه از بیمارشوی و پیشگیری عادت‌های نامطلوب گفته بودند. با قرار دادگاه نایوی منطقه نفت یوگانسک روسیه ازدواج یک مهاجر تاجیک با زن روس بکار شده است. سنجش دادستانی نفت یوگانسک معلوم کرده است که ازدواج زن روس با مرد تاجیک غیر واقعی و ساخته بوده. آنها با هم زندگی عائله‌داری نداشتند. دادستانی منطقه خانتی-منسینسک روز 2 مارس با نشر یک خبرنامه در سامانه‌اش نوشته است بین زن و شوهر از 45 سال بیشتر فرق بوده است. بعد بستن عقد نکاح آنها زندگی یکجا نداشتند و از حیات شخصی یکدیگر خبری نداشتند. بعد بیکار کردن عقد نکاح شهروند تاجیکستان از روسیه بیرون شده است. نظر زن روس و مهاجر تاجیک در رابطه با قضیه دسترس نیست. برخی از مهاجران تاجیک در روسیه به خاطر هرچه زودتر به دست آوردن شهروندی روسیه با زنان و دختران روس ازدواج میکنند. در برخی حالتها سنجش ساخته و غیر واقعی بودن چنین ازدواجها را معلوم و بیکار میکند.
تعطیل بهاری خوانندگان مکتب‌های میانه در تاجیکستان 5 روز کم کرده می شود. خبرگزاری خاور با استناد به وزارت معارف تاجیکستان گفته است مکتب بچه‌ها از روز 20 تا 26 مارس به تعطیل می روند. معمولا در فصل بهار خوانندگان 10 روز استراحت می کردند و تعطیل تا 1 اپریل ادامه می کرد. به دلیل سردی‌های بی سابقه در ماه انور با قرار وزارت معارف خوانندگان به جای 10 قریب 20 روز استراحت کردند. حالا به گفته این نهاد 5 روز آن از حساب تعطیل‌های بهاری کم کرده می شود. در ضمن در جشن نوروز ساکنان تاجیکستان 8 روز تعطیل خواهند داشت. از فدراسیون اتفاق‌های کسبه به آزیا پلاس خبر دادند که تعطیل نوروزی در کشور از 19 تا 26 مارس دوام می‌کند. و حالا توجه کنید به قرب اسعار که برای امروز 2 مارس بانک ملی تاجیکستان تعیین کرده است. 1000 روبل روسی امروز 144 سومانی و 50 درم، 1 دلار آمریکایی 10 سومانی و 91 درم و 1 یورو 11 سومانی و 65 درم تعیین شده است. قرب پول خارجی در بانک‌های تجارتی میتواند فرق کند. این بود چند خبر مهم این ساعت. بعد 4 ساعت در برنامه اخباری آزادی ملاقات خواهیم داشت. خدا نگهدار.